این داکت رو می‌بینی؟ این الان نمیتونیم اینجا ببندیم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این کلکتوره 1 سانتی اومد پایین، این داکت اینجا بس میشه. اینجا فضای بیشتری داشتیم. موقع باز کردن اینا این خیلی سفت باز میشه. به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه این شیربرقی ترموستاتش خاموشه، این بسته است. این راحت باز میشه چون بازه. بعد از 2-3 دقیقه کم کم این میاد بالا. اینم فعال میشه، چراغش هم اینجا روشن شد. شیربرقی ها رو ما سیمشو کوتاه نکردیم، همه رو پشت اون گذاشتیم. از اینجا ببین، اینجا شیار کوچیک زدیم اینجا رو، خب اینجا شیار زدیم، سیما رو تو این رد کردیم. سیما ترموستات هم که از این ور اومده. متراژ لوله ها هم زیر شیربرقی نوشتیم. سیمای برق ترموستات هم همه رو با این سرسیما چیکار کردیم؟ پرس کردیم.